سرویس میکنم. تو این ساعت فقط سگا بیدارم، فقط سگا. تو این ساعت فقط سگا. کی میاشی صبح میده با تو مخواه بده. چشمام داره در میاد. سرده 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 سرده. خیلی سواران به جامعه خوش آمد. مغز کار نمی‌کنه که چی نخورد. آبی آدم رفت بخورم. آب 6 صبح دویدن واقعا سخت، واقعا چیزی میخواد، تخم جگر میخواد که از خوابت بزنی. از نیم ساعتی با میادم سر کارم، اون نیم ساعت بیام میرم بعد با میام سر کار. اینجا بهتر نیست نه؟ خوب. خوب. رسیدیم به پیللی واق، اتوبان پیللی باق بندر انزلی. اوی به جز سگ اینجا چیزی دیگه نیست. این آدم اینجا نمیاد بوده. شما خونه ما نزدیکی میام اینجا میدوه. نه اینم بیداره، اینم بیداره. ورود تالاب. چه تالابی ها همه خوش شده، تالاب نمونده که. وای یه سال پیش اینا همینجا من میدویدم همینجا بود. یک نفر ببین اینها چه جرم بود که بغل من ظاهر شد. همینجا میدویدم، از ترس زیاد سعودی ملی خوندم. اینقدر بد بوی درسه، اینقدر بد ترسیدم سعودی ملی خوندم. آره خیلی بد بوی درسه. موهای بدم سیخ شد، بعدم پاهم جفت شد. آره پاهم جفت شد. شیر صبح دویدن واقعا سخت، واقعا حجات پا شدم. من نمیخواد حجام پا شد. یه هفته است میخوام بدوم نمیشه. الان این ماشین ها میگن این طرف کسخوله و 6 صبح چه غلط زده میکنه. قرآن میگم شورنک. من با موبایل اینقدر دور میدویدم رفیق بودم. این کسخوشه میخوام بگیرم. اینا نه اینا خوام بودم. بودو چی میدویده جا موندن. ما ادامه میدیم. اتوبان رو ببین خدای کی تو آمده. چند کیلومتر شد؟ چند دقیقه شد؟ 7 و 10 دقیقه است. ها اول 10 دقیقه من 10 دقیقه نشد. 20 دقیقه. این که میخوایی همه راه برگرده. واو همیشه هم مشکل اینو دارم. میدونم میام ولی برگشتنی تنبلی میده. همون چیزه دیگه خوشحالی. آره تنبلی خیلی سلم هم میخورد خودشو. آره دیگه همیشه تنبلی میده. دیگه میخوام با تیر بزنم خیلی سخت. آره ماشینا خیلی زیاد شد. این دیوونه کی دویدن ما تموم شد. کل بدنم گرفت. آره دار درخت رو ببین. این سلفی بگیریم. یه من کوچولو بیا اینجا. آره بچه چرت و پرت
هیچیه دو انگیزشی من نیستی پسر. آره خدا نگهدار تا برنامه بعد.